خرید کوین PLS برای خیلی سخت هست و نمیدونن که چطور باید این کار رو انجام بدن و دلیل سختیش هم این هست که پالس چین یه شبکه جدید هست و شما باید کوین اصلی اون شبکه رو داشته باشید و کوین اصلی کوین PLS هست، ولی وقتی که شما این کوین رو نداشته باشید نمیتونید کارمزد پرداخت کنید و اینکه در جاهای دیگه هم نمیتونید که این رو بخرید. به خاطر همین میخوام که در این ویدیو یه راه بسیار ساده رو بهتون آموزش بدم که بتونید که با کارمزد بسیار ناچیز کوین PLS رو بخرید، مخصوصا این که میبینید که الان فرصت بسیار عالی هست، روی حمایت قوی قرار داره و میشه که یک پله خرید کرد. من توی قیمت‌های بالاتر فکر کنم این حدود بود که مقدار PLS که داشتم رو به فروش رسوندم و الان دوباره میخوام که وارد PLS بشم و به صورت پله‌ای، یعنی من میتونم که در این قسمت، یعنی در واقع توی قیمت‌های اینجا، این همین قیمتی که در واقع الان هستیم، من یک مقدار خرید انجام دادم و اگر قیمت دوباره افت کنه تا این قیمت ها هم که بیاد دیگه فوق‌العاده عالی هست و فرصت خرید بسیار بهتری رو میتونه که به ما بده. و وقتی که شما میخواید که از سایت اصلی بخرید، ببینید وارد سایت اصلی بشید، یعنی bridge.pulsechain.com، با همچین چیزی مواجه میشید که در واقع چیز ترسناکی نیست، چون خیلی وارد میشن نمیفهمن این رو و یه مقدار میترسن از خریدش، که در واقع این بسیار عالی هست و در واقع دیسنترالیزیشن رو داره تعریف میکنه. یعنی شما میتونید که اپلیکیشن های پالس چین رو نصب کنید روی مک او اس، روی ویندوز، روی در واقع لینوکس و میتونید که روی شبکه، روی در واقع کامپیوتر خودتون بدون نیاز به وبسایت خرید و فروش و تمام اینها رو انجام بدید که فوق العاده عالی هست. ولی کسایی که نمیدونن یه مقداری با دیدن این چیزها میترسن و فکر میکنن که مشکلی وجود داره، در حالی که این مشکل نیست، اما برای خیلی این کار رو سخت میکنه. به خاطر همین میخوایم که از یه سایت دیگه استفاده کنیم، در واقع از سایت اسپارک سواب میخوام استفاده کنم. لینکش رو در پایین ویدیو قرار میدم که بتونید که در قسمت توضیحات وارد این وبسایت بشید. یعنی من میام وارد اسپارک سواب میشم، میام وارد قسمت بریج میشم در ابتدای کار. وارد که بشیم به ما نشون میده که چه شبکه‌هایی موجود هست و شبکه‌ای که موجود هست شبکه BSC، یعنی اینکه روی شبکه بایننس شما میتونید که خرید رو انجام بدید و نیازی نیست که از روی شبکه اتریوم و با اتریوم انجام بدید، چون که اتریوم کارمزد بسیار بالایی رو داره و به جای اون کارمزد شما میتونید که از شبکه بایننس و کوین BNB استفاده کنید. پس قدم اول چی میشه؟ اینه که شما از صرافی ایرانی خودتون کوین BNB رو بخرید، به کیف پول ربی یا متامسک خودتون این رو ارسال کنید. وقتی که ارسال کردید حالا باید BNB خودتون رو تبدیل کنید به دای. این کار رو هم با پنکیک سواب انجام میدیم. وارد سایت پنکیک سواب میشید و BNB رو میدید و دای رو دریافت میکنید و میبینید که من این کار رو قبلا انجام دادم. دیگه کارهای ساده ای هستن و الان $74 من دای دارم و دای هم یک استیبل کوین هست در واقع، یعنی قیمتش مثل تتر هست، $1 میشه. بعد از اینکه BNB خودتون رو تبدیل کردید به دای، حالا وارد این سایت میشیم. در قسمت بریج از قسمت بالا BSC رو انتخاب میکنیم، از قسمت توکن هم دای رو میتونیم انتخاب کنیم و بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم از قسمت پایین یا میتونیم که شبکه پالس اس دای رو انتخاب کنیم یا اینکه مستقیم میتونیم که PLS انتخاب کنیم. ببینید چرا باید PLS انتخاب کنیم؟ خیلی مشکل کارمزد دارن روی شبکه در واقع پالس چین و نمیتونن هیچ کاری رو انجام بدن. شما به راحتی میتونید که اینجوری میایید مثلا دای بخرید و PLS اونور دریافت کنید روی شبکه پالس به همین راحتی، یعنی هیچ کار دیگه هم قرار نیست انجام بدید و با کارمزد بسیار بسیار پایین میتونید که این کار رو انجام بدید. اما اگر میخواهید که نه، میخواهید که مثلا PLS رو اینجوری دریافت نکنید، در واقع میخواهید که دای رو دریافت کنید روی شبکه یا اس دای رو در واقع اگر دریافت کنیم بهتر هست. اگر اس دای رو بخوایم دریافت کنیم اون موقع میتونیم اس دای رو دریافت کنیم و بعدا نگه داریم با قیمت بهتری خرید خودمون رو انجام بدیم، چون اینجا ممکنه که با اون قیمت عالی نده. ولی من میخوام که اینجا بهتون نشون بدم که شما چطور میتونید که PLS دریافت کنید. خب الان نگاه میکنیم که من PLS رو انتخاب میکنم در اینجا، یعنی در واقع من اینجا دای روی شبکه BSC میخوام بدم و روی شبکه پالس چین کوین PLS رو میخوام که دریافت کنم و میتونم در اینجا حداقل $10 انتخاب کنید. کمتر از $10 رو شما نمیتونید که در اینجا انتخاب کنید. پس من $10 رو انتخاب میکنم و بعد روی دکمه سند میذارم تا اینکه این دریافت بشه.
خب اینجا میخوام یه نکته رو اینجا بهتون نشون بدم که اگر من مثلا در قسمت بالا دای رو انتخاب کنم و در قسمت پایین مثلا PLS رو انتخاب کنم و بخوام که مثلا مکسیموم رو این رو انتخاب کنم، بگم که مثلا 74.12 دلار اگر به من پرداخت، یعنی اگر من بدم چه مقدار PLS میتونم بگیرم، بعضی وقتا این عدد رو صفر نشون میده، بعضی وقتا ممکنه که عدد دیگه نشون بده. مثلا اگر من دای رو اینجا انتخاب کنم، ببینید مثلا دای رو که میارم اینجا صفر داره نشون میده و این در واقع یه باگی هست که توی سیستم هست، ولی در واقع وقتی که من میخوام که کار نهایی رو انجام بدم، اون کار نهایی در واقع برای من انجام میشه و دیگه نیازی نیست که نگران باشم که مثلا چرا اینجا صفر زده و صفر برای من نمیفرسته. فقط این چیزی هست که اون ماشین حسابش بعضی وقتا کار میکنه، بعضی وقتا کار نمیکنه. مثلا اگر من یه بار دیگه مثلا اینجا اس دای رو انتخاب کنم در این قسمت و اینو اینجا ببین الان اینجا که تایپ کردم اینجا آورد 73 و 75، ببینید یه مقداری کم میکنه و اون کارمزد هست در واقع. یا اگر من در اینجا بیام مثلا PLS رو انتخاب کنم و در اینجا مثلا بنویسم 74.12، باز دوباره میبینید که چیزی رو برای من نمیزنه اینجا، چون نمیتونه که اینجا حساب کنه که چه مقدار و به چه شکلی هست. پس من میخوام که یه لحظه من اینجا بهتون نشون بدم که چه مقدار من کوین PLS در اینجا دارم و اگه بتونم بهتون نشون بدم PLS من حدود 3,462,461 مدل 166 دلار در اینجا من کوین PLS رو دارم و میخوام یه مقداری هم الان بهش اضافه کنم. پس کاری که میکنم این هستش که این 74 دلار رو نگه میدارم و سند رو میزنم روی کیف پول ربی خودم، این رو تاییدش میکنم و روی کیف پول سخت افزاری هم همینطور اینو تاییدش میکنم و بعد از چند لحظه این 74 دای در واقع روی شبکه ارسال میشه و من این رو باید در اینجا ببینید اینجا الان این منفی 74 رو در واقع در اینجا زده، یعنی اینکه 74 دای رو از من کم کرده و حالا باید صبر کنم تا اینکه این یه مقداری مثلا برای من PLS بفرسته، مخصوصا زمانی که شما نیاز به کارمزد دارید، چون کارمزدها روی شبکه با PLS پرداخت میشن. میتونید که از این طریق با کمترین کارمزد ممکن این کار رو انجام بدید، یعنی نیازی نیست که روی شبکه اتریوم ارسال کنید، چون که مبلغ بسیار بسیار زیادی رو شما باید هزینه کنید برای اینکه بتونید مثلا یه مبلغ خیلی کمی رو بخواید جابجا کنید، یا مبلغ کمی رو بتونید که خرید کنید، ولی با این روش خیلی راحت تر هست. خب همونطور که مشاهده می‌فرمایید الان میزان یا مبلغی که من در اینجا دارم 4,987,000 تا کوین PLS هست، معادل 240 دلار و دیدید که خیلی راحت و بدون مشکل تونستم که این خرید رو به این شکل انجام بدم.